آقا میلاد، من موقعی که میخوام پنالتی بزنم استرس زیادی میگیرم. اگر آدم بهتر از تو پنالتی زدن داشته باشن میان پنالتی رو بدن به تو. پس وقتی پنالتی رو به تو میدن که تو پنالتی رو بزنی، یعنی گزینه بهتر از تو وجود نداره. پس وقتی انتخابشون توه، نتیجه هم به تو میرسه دیگه. حالا ممکنه نتیجه این باشه که گل بشه، ممکنه هم از گل نشه، اما باز نتیجه برمیگرده به تو. پس ذهنتو از نتیجه بردار. ممکنه تو وقتی با گل روبرو میشی استرس داشته باشی که اونم کلا فراموش کن، چون تو میدونی پنالتی رو میخوای کجا بزنی و گلر نمیدونه. پس کسی که بعد استرس داشته باشه گلره که انتخاب درستی نتونه انجام بده. مهارت تو پنالتی زدن ببر بالا. بعد از هر تمرین شروع کن پنالتی زدن. یه قلق فردی برای خودت پیدا کن. سالهای زیادی طرف پنالتی زد. چرا؟ چون روی یه دونه قلق شروع کرد کار کردن. یه قلق برای خودت درست کن، هر روز هم روش تمرین بکن که بتونی اون قلق رو با بهترین کیفیت زمانی که پنالتی رو به تو میدن انجام بدی.